آخران سوالی من دامولا مثلا همه روزها نگاه میکنه در اروپا، مثال در حدودی کجایی که میبینه بچه ها مثال دخترهایی که هم خیلی یعنی همون طرز یک زندگی میکنن در فکرهایشان کلان نماز روزه دین اسلام هیچ چیز نیست، در حتی تصورات ندارن، کلمه شهادت حتی نمیفهمن. یکی خب میبینه در کارهایشان آمد مثال ماشین پیش بری البته دنیوی است میفهمم، لیکن میبینه که اصلا حیاتاشون مثلا در کارهایشان آمد بالای آمد که اسپیچ نمیگن که شما چی فکر دارید آموزا؟ لیکن در اسلام حتی میگن که هیچی نمیفهمم. برادر عزیز، وقتی که آن کار آمد کند این معنای آن ندارد که این بنده به الله تعالی نزدیک است. میلیاردرهای کافر از میلیاردرهای مسلمان ها زیاد هستند از در دنیا، میلیونرهاشم، چون که عددی کافرها خودش زیاد است. 6 میلیارد کافر است در دنیا، 2 میلیارد هست آدمایی که خودش مسلمان میگوید اگرچه بعضیش یگان عملی اسلام نمیکند یا عملهای کفر هم از آنها صادر میشد، یعنی در روی خط مسلمان ها حساب میشد. در این فرقه های باطل است. عموما این احصاییات عمومی جهانی هست، یعنی 2 میلیارد مسلمان و 6 میلیارد غیر مسلمان. البته که مسلمان ها که عددش نسبت عمومی دنیا کم است، در آنها پولدارها زیاد است. این یک معنی. از جهتی دیگر اینکه خودی پولدار بودن و مالدار بودن و آمدی کار داشتن، همین خودش با همراهی عملی بد، این دلالت به آن نمی کند که الله تعالی شما را دوست می دارد یا که شما به الله تعالی نزدیک هستید. نه، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه لو کانت الدنیا یزن عند الله جناح بعوضة ما سقى کافرا شربة ماء. اگر این دنیا در پیشگاه الله تعالی به مقدار وزن قنات پشه خاموشک قدر و قیمت می داشت، الله تعالی به کافر یک قلط آب نمیداد. یک قلط آب، شربت ما، یک نوشاکی آب نمیداد. این دنیا در پیشگاه الله تعالی قدر ندارد، قدر ندارد. بنابراین داد است به آنها. هم اونها که در آخرت ابدی در دوزخ می سوزند، الله تعالی در دنیا به عوض عملهای نیکشان، مثلا هست آدمی که مسلمان نیست ولی خوش رفتار است، دل سوز است، صدقه کننده هست، پدر و مادرش رو احترام میکند، با خویشاونداش رفت آمدی خوب دارد، مثلا با همسایه هاش، با کارمندانش کاری خوب میکند، در راه راست است، کاری بد نمیکند، کسی را غیبت نمیکند، کسی را نمیزند، کسی را آزار نمیدهد. الله تعالی به این کارهایش مکافات میدهد، در دنیا تمام میکند حقش، تا اینکه در آخرت یگان حق نماند. بنابراین دنیا داشتن و کشایش دنیا آمدن این دلیل خوشبختی یا دلیل دوست داشتن الله تعالی نیست. این هیچگاه این خیلی فکر نکنید. خوشبختی با پول و مال هم نیست. خوشبختی این انشراح و صدر است، یعنی دلکشادی هست. او در خوشبختی انسان با قلبش مزه آن، طعم آن را می چشد. هیچی نداره، نانی قاق دارد ولی خوشبخت است. یا آدم در قصر است، دائما قلبش سیاه، غم، غصه، همیشه قصد خودکشی دارد، از دنیا ناراضی، از همه چیز ناراضی، همه چیز را دارد، لذتی همون چیزها را نمی چشد. بعضی آدم ها در خانه های لاین زندگی میکنن، بسیار زندگی خوب دارن، از جمله پیامبر صلی الله علیه و سلم، صحابه ها. خوشبختی به این پول و مال دنیا قیاس کرده نمیشد برادر عزیز. برعکس بعضی بزرگان مسلمان ها اگر نعمت بالای نعمت آمدن گرد میترسیدن، میگفتن این چی گناهی کردم، این با استدراج نباشد،
یعنی الله تعالی به من نعمت ها رو داده در درجه به درجه مرا بلندتر برداشته با نزند یکی. گفته میترسیدم، چون که من یرید الله به خیرا یصب منه دو قرائت است در صحیح بخاری. الله تعالی که کسی را دوست دارد ولو بلا مصیبت گرفتار میکند، یعنی آمده میستد این مصیبت ها. و پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که پرسیده شدند که ای الناس اشد بلاء، یا رسول الله کدام از مردم بسیار پر بلاتر است؟ گفتن الانبیا، پیغمبرها، ثم الامثل فالامثل، سپس آنهایی که دیندارتر هستند، پس از آنهایی که دینداریشان از آنها پایانتر است. علی قدر دینه فان کان فی دینه صلابه، اگر در دینش شدت و سختی باشد زید فی بلائه، در بلایش زیاد کرده میشه. و اگر در دینش سبوکی باشد بلاش سبکتر کرده میشه، چون که برداشت نمیکنه اون بلای وزنینه. بلاهای وزنین پیغمبرها برداشت کردن. بنابراین وقتی که نعمت فقط بالای نعمت آمدن گیرند، علما میترسیدند. فهمیدید؟ برای همین این قیاس نادرست است. ولی مسئله بینمازی آنها و از دین دور بودن آنها برای هر یکی ما و شما واجب است که خویشاوندان، یار و دوستها، اطرافیان ما، یعنی بی‌پروا نباشیم، به آنها نصیحت کنیم، به آنها بخیلی نکنیم. شما جنت رفتن میخواهید، دیده دانسته آنها را نخواستید که رود، در این حالت شما هم گناهکار میشه اگر آنها را به این راه دعوت نکنید. کسی که گناهکار را میبیند و گپ نمیزند او هم گناهکار است. اگر بینی که نابینا و چاه است، دیگر خاموش بنشینی گناه است. شما نشستید، یک نابینا آمده است در رو بروش چاه است، گپ نزده میشینید، دیده دانسته. همین کافر برای خودش اجازه نمیتید. یا آدمی کافر دویده عجاش میخیزد و همون نابینای از پیش همین گذرانده میموند. او آدمی که مبتلای مواد مخدر شده است، مبتلای مواد مدهوش کننده شده است، مبتلای بلاهای گناه ها شده است، بینماز و از دین دور و از عقیده دور شده است، او از اون نابینایی که در روبروش چاه است، از اون دیده حالتی وی وزنین‌تر است. شما وی بینید و وی آگاه نکنید. اگر بینی که نابینا و چاه است، دیگر خاموش بنشینی گناه است. این خیلی آدمای دیده خاموش نشستن گناه است. امر معروف و نهی منکر این فرض است. این فقط برای علمدارهای و داملاها نیست. هر کسی که علم دارد ندارد به قدر داناییش مردم را دعوت به راه راست میکنه. بله برادر. تشکر زیاد داملا، الله از شما راضی باشد. من در سوالم 100% جواب گرفتم. سلامت تشکر باشید. بر شما.